سلام مجدد بچه‌ها، اومدم پیش یکی از دوستان خیلی خوبم استاد حسین شیرزادی تا درباره این که برای مبحث زبان عمومی و تخصصی به چه منابعی خوب رجوع کنیم و چه کار اساساً باید بکنیم ازش چند تا سوال بپرسم. حسین جان خیلی ممنونم که منو در این ویدیو همراهی میکنی. خواهش میکنم، خیلی ممنون، باعث خوشحالی و افتخاری که منو دعوت کردید. خب سوال اول اینه که به نظر شما کسی که در پایین ترین سطح آشنایی با زبان انگلیسی قرار داره و اصلا تا به حال یا زبان انگلیسی نخونده یا اینکه به هر حال به هر ترتیب احساس میکنه که آمادگیش اصلا کافی نیست، به نظر شما اولا میتونه و باید وقت بذاره برای این آزمون و اگر قراره وقت بذاره از کجا باید شروع بکنه؟ قبل از اینکه در مورد این سوال رو جواب بدم باید بگم که این پایین ترین سطح خیلی ها از نظر خودشون در پایین ترین سطح هن، ولی خب در عمل پایین ترین سطح محسوب نمیشه. اون سطحی که فکر میکنن پایین ترین سطح نیست، از اون پایین تر هم هست و خب واقعا هم نیستن. خب دیگه حداقل تو دبیرستان زبان خوندن و در مورد اینکه آیا کلا زبان بخونیم هم باز دوباره اولا دو تا سوال مهم رو باید جواب بدیم. یکی سر جلسه، یکی قبل از جلسه. زمان سر جلسه، آیا با کنار گذاشتن زبان انگلیسی در جلسه و سیو کردن یک بخشی از زمان شما چیز خاصی به دست میارین و اون زمان رو میخواین چیکار کنین؟ یعنی زیغ وقت وجود داره توی اون قسمت پاسخ دادن به سوالات در این حد که زبان رو بذارید کنار و بعد برین یه درس دیگر رو که خوب خوندین تستاشو خیلی خوب بزنین، که اگر در اون صورت هم حتی زبان رو کامل نباید بذارین کنار، چون بعضی از تستاش رو خیلی سریع میشه جواب داد که حالا بعداً توضیح میدم که کدوم هستن که خیلی زود میشه جواب داد. و قسمت بعدی باز دوباره مربوط به زمان میشه، اما قبل از جلسه. شما توی اون تایمی که اختصاص دادید به مطالعه قبل از جلسه، حالا یک ماه، چند ماه، یک سال، توی اون تایم شما اگر اصلا زبان نخونید، توی اون تایمی که قرار زبان بخونید میخواین باهاش چیکار کنین و اون تایمی که میذارین چه درصدی برای شما به ارمغان میاره، نتیجهش چی خواهد بود، اونم با این ضریبی که داره و با در نظر گرفتن ضریب زبان که 2 برابر هست نسبت به بعضی از درس ها. یعنی اینکه شما توی اون تایم باید 2 برابر از تایمی که زبان میخونید نتیجه بگیرید و اینکه خب باز دوباره اینکه اون اختلاف اون یکم خوندنه یه دفعه راه افتادن توی هر درصدی، توی هر درسی راحته. مثلا 0 رو به 10 رسوندن خیلی راحته تا اینکه مثلا 30 رو به 35 برسون. اینا رو باید در نظر بگیرید و اینکه باز دوباره اون اگر هم قراره هیچ زمانی رو در نظر نگیرین، یه سری سوال ها رو حداقل باهاش آشنایی داشته باشین که اونا رو میشه خیلی زود ازش به نتیجه رسید. و قسمت سوم موضوعی که باید خیلی بهش دقت کنید اینه که تا کی میخواین شما زبان رو کنار بذارید. اصلا چرا دارین شما ارشد میخونین؟ اینکه در نظر بگیرین که شما مدرک ارشدتون فوق لیسانس با لیسانس آنچنان فرقی نداره. شما هر کاری که میخواین با ارشد انجام بدین، لیسانس هم همون کار رو برای شما انجام میداد. طبیعتا وقتی تصمیم گرفتین که ارشد بخونین، کاملا محتمل هست که قصد دارید دکتری هم بخونید. خب اگر در جوابتون بله هست و قرار دکتری هم بخونید، خب تو کنکور دکتری هم دوباره زبان خواهید داشت و بعد دانشجوی دکتری هم که باشین، باز دوباره توی اون مدت زمان، حالا باز دانشگاه مختلف زمان کمتر یا بیشتری به شما میدن، یه فرصتی به شما میدن مدرک زبان ارائه بدین و باز دوباره بر اساس حالا دانشگاهتون باید برین ام اس آر تی بدین. درست. و دوباره باز گیر میکنید دوباره دیگه تو مراحل بعدی، یعنی که الانم بذارش کنار بعدن گیر دوباره. حالا دیگه مگر یک شرایط خیلی خاصی باشه، دیگه خیلی زیغ وقت باشه، مثلا 2 ماه مونده به کنکور، تازه شما میخواین بخونید، خب اون موقع اوکی درس تخصصی رو بخون، زبانو بذار کنار. ولی اگر وقت دارین ارزش داره که براش گذاشته نشه. خب حالا پس فرض ما باید بر این بذاریم که باید وقت گذاشته بشه برای زبان و ارزش این رو داره که براش وقت بذاریم و بخونیم. سوال من اینه که چقدر میشه اتکا کرد بر دانسته‌های قبلی که حالا مثلا با شرکت کردن در کلاس‌های زبان یا تکیه بر منابعی که برای ارشد نبوده، همینطوری طرف حالا به هر دلیل دیگری خونده و آشنا شده با زبان انگلیسی، چقدر بر اونها میشه تکیه کرد و چه منابع دیگری هست که ما بتونیم خودمون رو آماده کنیم برای این آزمون؟
خب متاسفانه کنکور ارشد قسمت زبان انگلیسیش دکتری و MSRT آزمون‌های خوبی نیستن به لحاظ زبان انگلیسی و منابع خوبی که شما خوندین و زبانتون رو ارتقا دادین متاسفانه خیلی بهتون کمک نمی‌کنن و منابعی که می‌خونید و توی این آزمون‌ها بهتون کمک می‌کنن خیلی خوب نیستن و کاربرد زبانی آنچنان ندارن ولی خب دیگه همینه که هست، چاره‌ای نیست. متاسفانه مادامی که این تست ها این شکلی هستن ما مجبوریم سراغ منابعی بریم که توی این آزمون ها به ما کمک میکنن دیگه. مثلا توی قسمت واژگان ما مجبوریم کتابی مثل 504 یا 1100 یا حتی فاجعه‌ای مثل 3500 واژه رو معرفی کنیم که اینا رو به صورت طبیعی به هیچ کسی ما معرفی نمی‌کنیم دیگه. خب کتابای خیلی بهتری برای لغت خوندن هستن، مثلا تا وقتی که مثلا مجموعه بسیار خوب و حرفه‌ای آکسفورد ورد اسکیلز مونده، انگلیش وکابولری نیوز مونده، بیایم مثلا 504 بخونیم. خب نمی‌خونیم. این کاربرد این کتاب‌ها اینه که این آزمون‌ها می‌خواین توی این آزمون‌ها این شکلی نتیجه بگیریم باید یک چنین کتاب‌هایی رو بخونیم و اون کتاب قبلی‌های خوبی که خونی خیلی کم توی آزمون به ما کمک میکنه. حتی متاسفانه دانش لغتی شما، دایره لغتی که دارین و توانایی مکالمه‌ای که دارین گاهی وقتا بر علیه شما عمل میکنه. متاسفانه بعضی از بچه‌ها با استراتژی این گزینه بهش میخورد و بهش میومد، به گوش آشنا بود، گوش نوازتر بود، تست میزنن و منفی میشه و اون استدلال هم آنچنان استدلال ضعیفی نیست. خب به هر حال چند سال صحبت کرده، چند سال زبان خونده، میگیم این چنین چیزی ندیدم. این یکی بیشتر مثلا به سوالات حوزه گرامر و اون 5 تا سوالی که مثلا یه جای خالی میده میگه اونجا قشنگ بر علیه عمل میکنه. دقیقاً اونجا این اصلا کلا طراحی میکنن مثلا که اگه یه نفر ترجمه کرد، متن فهمید ترجمه کرد، این گزینه غلطه رو طراحی میکنن برای ترجمه. مثلا حروف اضافه‌ای که توی ترجمه ایجاد میشن ولی توی زبان انگلیسی وجود ندارن و یعنی در واقع اونی که ترجمه میکنه اتفاقا نتیجه نمیگیره مثلا توی اون قسمت‌های گرامری. خب پس چیکار میشه کرد برای این مشکل؟ مثلا حالا ما برای لغت اون چند تا کتاب 504 و 1100 لغت و اینها رو داشتیم که طبیعتا نزدیکترن به سوالاتی که در کنکور میاد. برای این چه راهکاری میتونیم داشته باشیم؟ حالا یکمون از قسمت اول پیش بریم. همون قسمت واژگان گفتم حالا اولا آنچنان خیلی هم حتی خوندن این کتابا اولا اگر نمیدونیم یه بار مرور کنیم. کتاب 504 42 تا درس داره، هر درس 12 تا کلمه داره. نحوه ارائهش این شکلیه که هر کلمه رو با تلفظش و نقشش و مترادفهاش و معنیش با 3 تا مثال به شما ارائه داده میشه و بعد توی یه متن کوتاه ازشون استفاده میشه. یه سری تمرین‌های خیلی ساده 4 گزینه‌ای، توضیح تصاویر و جمله سازی های خیلی کوتاه داره. کلمات هر درس هیچ ربطی به هم ندارن، نه به لحاظ موضوعی، نه به لحاظ معنایی، نه به لحاظ ساختاری. اما خب به هر حال دیگه در بهترین شرایط از اون 10 تا تست حتی تا 4 تا یا 5 تاش ممکن از این بیاد دیگه. حالا در بدترین شرایط 1-2 تا دونه ازش میاد. کتاب 1100 واژه به این شکل هست که شما برنامه 46 هفته برای شما برنامه داره. این کتاب توی 4 روز اول هر روزش اینجوریه، یک پاراگراف خیلی کوتاه میخونید، توش 5 تا کلمه هایلایت شده، مشخص شده و بعد اون 5 تا کلمه رو توی 5 تا جمله توی جای خالی استفاده میکنید و بعد توی یک ستون تعریفش به هم وصلش میکنین. در انتها یک اصطلاح یاد میگیرین. این فرایند 4 روز تکرار میشه 20 تا کلمه و 4 تا اصطلاح. 2 روز هم که تعطیلیه برای مروره و این فرایند 46 هفته تکرار میشه توی هر کدوم از این 46 هفته ها 20 تا کلمه و 5 تا اصطلاح. باز هم متاسفانه این کلمات منطقه ارائهشون هیچ نه ارتباط موضوعی، نه معنایی، نه ساختاری، نه ریشیش رفتی، کلا همینجوری در همینجوری کنار هم قرار گرفتن. ولی خب حالا به هر حال کنار هم قرار گرفتن، حداقل توی یه پاراگرافی، یه کاربردی، یه چیزی. تمرین خوبی یک فاجعه ای هست که اینو دیگه اصلا سراغش نرین، ولی خب حالا باز هست ازش
تست هست، ولی خب قیدش رو بزنین بهتره. این فاجعه 3500 واژه شبیه دیکشنریه، کلمات رو به زحمت کشیدن به ترتیب الفبا ارائه دادن که خب اصلا منطق ارائه دادن کلمات به ترتیب الفبا منطق دیکشنریه، برای پیدا کردن هست، نه برای یادگیری. نمیدونم چه کمکی قرار ارائه دادن واژگان به ترتیب الفبا به خواننده این کتاب بکنه، من واقعا نمیدونم. یعنی عملا خودش میگه بیا یه کلمه خاص رو اینجا پیدا کن، خب میرم تو دیکشنری پیدا میکنم. ولی خب بالاخره باب طبع آره دیگه، خلاصه باب طبع طراحان سوال تمرینی هم نداره به اون صورت. کلمه رو داده با 2 تا مثال، هر 70-80 تا کلمه یه بار یه 20 تا تست داده، میگه از اینا اگه 15 تاشو درست جواب دادی این 80 تا رو یعنی بلدی، که بازم همین یه دونه کاربردی هم که دارم درست نیست چون اثبات کننده یه چیزی نیست. اما این 2 تا کتاب قابل مدیریت هستن، میشه خوندشون و بر اساس این به این یه چیزی بوده مثلا در خوشبین ترین حالت 6-7 تا تستش رو از اون 10 تا بتونید بذارید، حالا در بدترین حالت هم شاید دیگه مثلا به 3-4 تا بشه زد. و اینکه چقدر خوندن اینها زمان میبره هم که میارزه برای 3-4 تا تست براش وقت بذاریم، من باز به این بستگی داره که شما در چه سطحی همین الان قرار دارین. یه چک به این کتابو بکنید ببینید خوندنش چقدر براتون سخته. مثلا کتاب مترادف اومده به شما گفته که کارتون رو راحت تر کنه، توضیح داده، بچه‌ها میگن که خب ما اون مترادف ها هم بلد نیستیم، درست، یعنی کارمون سخت تر میشه. این چیزی که این فکر کرده کمک میکنه برای شما. اگر دیگه خیلی فاجعه بودید مثلا نمیتونید بخونیدش، اوکی بذارید کنار، درست. اما خب همچنان این رو هم در نظر بگیرین که توی آزمون دکتری و بعدم MSRT و اینا همچنان همین کاسه است فعلا که توی این سالها تا 1401 همچنان همین رویه بود. بله. این قسمت واژگان و لغات. در ادامه قسمت بعدی شما 5 تا تست کلوز تست دارین که اونا ساختاری هست. توی این قسمت ترجمه تقریبا هیچ کمکی به شما نمیکنه و همینطور که گفتم حتی شما رو به تله گزینه منفی و گزینه اشتباه میندازه. درسته. و با ترجمه با بش خورد بش میومد به هیچ وجه با این استراتژی پیش نرین. و اینکه این تصور رو هم نداشته باشین که خب این گرامر پیچیده و حرفه‌ای هست که من اول باید برم مثلا گرامرمو خوب کنم، گرامرمو خوب کنم تا بعد بیام در مراحل بعدی به اینا برسم. مثلا برم انگلیش گرامر یوز رو بخونم، گرامرای کتاب زبانایی که تو آموزشگاه خوندم رو بخونم، اونا رو مثلث هم بعد بیام سراغ اصلا کلا این یه داستان دیگه و توشون اتفاقا سوالای خیلی راحت هم وجود داره. حتی به نظر من میشه زودتر و راحت‌تر از این 5 تا تست نتیجه گرفت تا اون لغت ها، چون شاید سخت باشه باورش براتون. حتی اون تست های طولانی کلوز تست با گزینه های یه خطی که هر کدوم خیلی سختن، یه دفعه منطق جواب دادن بهش خیلی ساده است. یعنی در حدی که شما مثلا یک قاعده بسیار ابتدایی رو درک کنید که هر جمله یه دونه فعل داره. درسته. و اگه قرار باشه بهش یه فعل دیگه اضافه کنین، یه رابط باید بیاد بین 2 تا فعل قرار بگیره. مثلا شما ضمایر موصولی رو بشناسین، فعل جمله رو بتونین تشخیص بدین، این باعث میشه یه دفعه بتونین 2 تا 3 تا از اون 5 تا رو جواب بدین. یا حتی از اون هم ساده تر، مثلا در حدی که بفهمید این گزینه بعد از جای خالی اسم قابل شمارش اومده یا غیر قابل شمارش، بعد گزینه رو بر اساس اون تشخیص این که اون اسم قابل شمارش یا غیر قابل شمارش هست تو دام طراحی سوال میافتن تا اینکه مثلا بر اساس نداشتن اطلاعات و دانش کافی. و برای اون هم مثلا 7-10 جلسه کلاس برین و یه ذره تستاشو تمرین کنید، بفهمید تیپ سوالاش چه شکلیه. اینکه بری بگی من برم گرامرم رو از پایه قوی کنم یا کتابای گرامر خوبی که به صورت طبیعی برای تقویت گرامر به شما معرفی میکنن خیلی کمکی به شما نمیکنه. بعد این تست ها رو تمرین کنید و گفتم توی همین ها هم سوالات بسیار بسیار ساده هست. حتی سوالاتی هست که مثلا شما در حدی که بفهمید بعد تعادل و توازن رعایت بشه، نصف یه ساختار رو قبل از جمله دادن شبیه همون ساختار توی گزینه ها تکرار میشه، همون رو میخواد انتخاب کنید. یا در حدی که مثلا تشخیص بدین که این جمله‌ای که ما توی جای خالی داریم فعل داره، دیگه فعل نمیخواد، بعد 4 تا گزینه هر کدوم یه خطه، نکتهش اینه که اون گزینه‌ای که فعل نداره رو شما میخواین انتخاب کنین. یا مثلا اون گزینه‌ای که فلان ضمیر موصولی رو داره که به نظر من باز برای
این قسمت خیلی زودتر میشه نتیجه گرفت و بیشتر ارزش وقت گذاشتن داره. ازش نترسین و برین اونا رو تمرین کنین، مگر این که دیگه خیلی، اینم باز امید واهی، مگر این دیگه خیلی سطح زبانتون پایین بشه در حدی که مثلا تشخیص ندین کدوم کلمه فعله، کدوم صفته، کدوم مثلا اسمه، که اینا هم باز راه داره. مثلا یه سری پسوندها هستن که معمولا فعل سازن، یا مثلا یه سری قواعد ساده ساختاری در حدی که مثلا بدونید صفت قبل اسم میاد قابل تشخیص هست، میشه. به نظر من که بازدهی این 5 تا کلاس تسته و گرامرها راحت‌تر از لغت هاست تا برین اون همه کتاب بخونین برای چند تا تست. درست. خب میرسیم به قسمت آخر درباره اون متن‌هایی که داده میشه و خب با توجه به اینکه اسمش یه مقدار برای بعضی‌ها ترسناک‌تره که میگن زبان تخصصی در برابر زبان عمومی و فکر می‌کنن اینجا کار سخت‌تری دارن. در این باره شما نظرتون چطور میشه خوند و اینکه آیا مثلا این واژگان تخصصی که به کار میره دشواری خاصی داره مثلا یاد گرفتن اینها، چه کاری میشه براشون کرد؟ بازم توی این قسمت شما باید یه مقدار هوشمندانه عمل کنید، بدونید که چه سوالی رو ول کنید، سراغ چه سوالی برین. مخصوصا در ابتدای ویدیو گفتم اگر قرار کامل بذارین کنار، یه سری سوالای بسیار زود بازده هستن که به هیچ وجه ولشون نکنید. یعنی اگر کلا هم زبان رو گذاشتین کنار، حتما این 15 تا سوال متن رو نگاه کنید. چرا؟ چون بعضی از سوالاتش خیلی زود تکلیف آدم رو مشخص میکنن. درسته سوال متنه، ولی در واقع شما با یک کلمه توش کار دارین. مثلا یک کلمه رو مشخص کرده، گفته کدوم یکی از این گزینه ها نزدیکترین معنی رو به این داره. خب شما اگه معنی اون کلمه رو بلد باشی، اصلا لازم نیست به متن مراجعه کنید. شاید یکی از اون کلمه که مشخص شده بود رو شما بلد بودین دیگه، یا اصلا شاید بلد هم نبودین. خیلی زود شما با چک کردن اون گزینه به راحتی تکلیفتون باهاش مشخص میشه. اون سوالاتو خیلی زود میتونین تکلیفتون رو بدونین. اگه بلدین زود جوابش بدین، اگرم بلد نیستین روش وقت نذارین. بازم یه سری از سوالات هست مثلا مرجع ضمیره که یک جمله رو میخواین نگاه کنید، نه یک متن رو. یا سوالات محدود به یک پاراگراف، مثلا میگه کدوم یکی از این موضوعا توی این پاراگراف بحث شده. خب فقط یه پاراگراف بررسی کردن فرق داره با کل متن رو بررسی کردن، زودتر میشه اینا رو جواب داد. یه سری سوالا هم هست که سمتش نرین. کلا سوالایی که میگه اینفر کن یا استنتاج کن، تحلیل کن، اینا خیلیاش متاسفانه کاملا سلیقه‌ایه. یعنی اگه اون متن فارسی هم بود باز باید صبر می‌کردیم. البته خب حالا بسته به تخصصیه که در اون موضوعی که ازش سوال طرح شده دارن. مثلا خیلی اوقات یه ذهنیتی پشت اون سوال هست. مثلا یه متن درباره فرزند فلسفه ابن سینا داده، بعد میگه که شما از این متن کدومو برداشت کنید. شما شاید بتونی حدس بزنی که منظور طراح مثلا کدوم ایناست، کدومش بیشتر میخوره با شناختی که قبلا داری از اون مثلا مطلب. خب آخه باز دوباره شما باید بر مبنای اون متن جواب بدید، نه بر مبنای دانش تخصصی. شاید اون متن مثلا تاریخی بود یا مثلا در یک موضوع گذشته‌ای بود، یک چیز قدیمی‌تری بود و با علم روز با مگر اینکه مثلا بگیم چیزی باشه که محل مناقشه نباشه، بگیم خب دیگه من اینو احساس می‌کنم همین منظورشه، وگرنه اگر محل مناقشه باشه طبیعیه. ولی اصلا در کل به لحاظ زبانی هم، به لحاظ چون زبان انگلیسی اصلا به هر حال عمومی یا تخصصی، به لحاظ زبانی متاسفانه نه فقط توی رشته شما، توی بقیه رشته‌ها هم همینه. اون سوالاتی که توی متن‌ها میگن استنتاج کن، تحلیل کن، خیلیاش سلیقه‌ای هست. یعنی شما به راحتی میتونید مثلا 2 تا گزینه رو توش انتخاب کنید، فقط صبر کنید نتیجهش کی بیاد. به نظر من که ریسک نکنید، سراغ این سوالات نرید. سوالایی که مشخص مطمئن هستین ازش رو. و برای واژگان تخصصی چطور کار خاصی میشه کرد که مثلا اون واژگان تخصصی فلسفه رو مثلا باهاشون آشنا بشیم؟ و اینم باز دوباره توی هم رشته شما، تو خیلی از رشته‌ها خیلی میان مثلا دفترچه لغت درست میکنن، میگن اینا کلماتی بودن که خیلی تکرار شده بودن. من باز دوباره سراغ این دفترچه رفتن ها رو هم، سراغ این لغت های اینجوری رفتن رو هم توصیه نمی‌کنم. برید چند تا مقاله از رشته انگلیسی از رشته خودتون بخونید. اگر شما مثلا چند تا مقاله به اولندش که کلا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد که به زودی خواهید شد بعد از کنکور، شما لازم دارین که عادت
کنین به مقاله خوندن و اینکه آنچنان هم سخت نیست اصطلاحات تخصصی و پر کاربرد رشته خودتون رو باهاش آشنا بشین، ضروری هست، بسیار مفیده، لازمه اینه و همچنان توی متن‌ها هم به درد شما خواهد خورد و کاربرد درستش هم یاد میگیرین، معنی درستش هم یاد میگیرین، ولی توی اون واژگانی که لیست کردنی هست خب کارتون سخت‌تر خواهد بود و شاید اصلا برداشت درست رو از اون ترجمه نداشته باشین. کما اینکه اصلا ترجمه دقیق یاد گرفتن هم مطرح نیست، کاربرد درستش رو ببینید، چون از شما نمیخوان که چیزی ترجمه کنید، میخواین توی سوال جواب به درک متن به شما کمک کنه و سوال رو بتونید درست جواب بدید. خیلی ممنونم. فکر نمی‌کنم نکته باقی مونده باشه و فقط در پایان تشکر میکنم از دوست خوبم آقای حسین شیرزادی عزیز. من راههای ارتباطی ایشون رو هم میذارم در توضیحات این ویدیو. من جمله میتونید به اکانت اینستاگرام ایشون مراجعه کنید و اگر که مشتاق شدید با دیدن این ویدیو که برید شروع بکنید به یادگیری زبان انگلیسی، میتونید استفاده بکنید از محتوای اونجا. و ایشون هم طی صحبتی که ما با هم کردیم وعده دادن که پاسخ خواهند داد اگر سوالی باقی مونده بود، چه در کامنت های این ویدیو و چه حالا در راههای ارتباطی که من در توضیحات خواهم گذاشت. خواهش میکنم، در خدمت شما هستم و من چک میکنم، حالا نه فقط این ویدیو، من همه ویدیوهای شما رو توی یوتیوب دنبال میکنم و کامنت های این ویدیو رو هم حتما چک میکنم و جواب میدم اگر سوالی داشتین. در خدمت شما هستم، خوشحال میشم. خواهش میکنم، متشکرم. و من دیگه نمیدونم اگر این ویدیو رو در ادامه ویدیوی مربوطه به ارشد فلسفه گذاشتیم که برید ادامه ویدیو رو ببینید، اگر نه روزگارتون خوش و فعلا خدا نگهدار. خدا نگهدار، روز بخیر.